اگه زیاد میشینی یا آخر روز کمرت خشکه و درد میکنه، این حرکات اصلاحی رو حتما با من انجام بده. کمر درد به خاطر ضعف عضلات مرکزی، گرفتگی عضلات پشت و انعطاف کم ستون فقراته. اما خبر خوب این که با حرکات اصلاحی درست و اصولی میتونی حال کمرت رو خیلی بهترش کنی. خب این حرکات اصلاحی هستن و نیاز به گرم کردن ندارن. حرکت اول قرار چرخش خوابیده ستون فقرات رو با هم اجرا کنیم. دراز میکشیم، یک پا صافه و پای بعد به طرف پهلو میچرخه، شانه ها کاملا چسبیده به زمین. این حرکت رو 20 الی 30 ثانیه نگه میداریم. دم و بازدم، احساس کشش تو کمر. من این حرکت رو میخوام 20 ثانیه و در 2 ست براتون اجرا کنم. میریم سمت بعد. پا صاف، کشش، شانه ها از زمین جدا نشه. دم و بازدم. این حرکات چون اصلاحی هن نیاز به استراحت ندارن. سمت بعد. میریم سمت بعد. شانه ها کاملا چسبیده به زمین. و تمام. شما میتونید این حرکت رو به مدت 30 ثانیه یا 3 الی 4 ست انجام بدید. حرکت دوم قرار حرکت کشش کودک یا چایلد پوز رو با هم اجرا کنیم. روی کف دست، کشش کامل لگن. میتونید 20 الی 30 ثانیه این حرکت رو اجرا کنید که به این صورت میکشید عقب، یه مقدار میایم بالا و دوباره کشش به سمت عقب، بالا. ست دوم رو اجرا کنیم. میریم حرکت کشش کودک رو برای بار دوم اجرا کنیم. 20 ثانیه کامل بکش عقب. خب تمام. میریم با هم حرکت بعد رو اجرا کنیم. حرکت بعد قرار حرکت کج کردن خوابیده لگن رو اجرا کنیم. شکممون رو کامل به سمت داخل میاریم. گودی کمر کامل پرشه. 4 الی 5 ثانیه نگه میداریم و بعد رها میکنیم. این حرکت رو میتونید 20 الی 30 ثانیه اجرا کنید. من براتون 20 ثانیه و در 2 ست اجرا میکنم. نفس بگیردم. گودی کمر کاملا بچسبه به زمین. بازدم، دم، بازدم و تمام. این برای دور دوم. بازدم و تمام. حرکت برقرار حرکت کشش خوابیده پیرفرمیس رو اجرا کنیم. اگه سیاتیک تیر میکشه این حرکت خیلی بهت کمک میکنه. پا رو روی یه پای دیگه قرار میدیم و پای زیری رو به سمت شکم میکشیم. میتونید این حرکت رو 20 الی 30 ثانیه اجرا کنید. من براتون 20 ثانیه اجرا میکنم. میکشید به سمت شکم. شما میتونید سرتون رو هم به سمت بالا بیارید. دم و بازدم. احساس کشش توی لگن، کمر.
پای بعد. اگه سیاتیکت خیلی تیر میکشه پاتو کمتر به سمت شکمت بیار. میریم دور دوم. کشش، احساس آرامش توی کمر. من خودم چون مشکل سیاتیک دارم این حرکت خیلی بهم کمک میکنه. پای بعد. تمام. حرکت بعد کشش خوابیده همستری که پا صاف به سمت بالا تا جایی که میتونی. خیلی پات رو نکش، میکشی به سمت بالا. کشش خیلی خوبی توی پشت پاهات احساس میکنی. 20 ثانیه این حرکت رو نگه دار. بریم پای بعد. پای بعد دور دوم. پای بعد. و تمام. و حرکت آخر کشش گربه رو با هم اجرا میکنیم. 8 الی 10 تکرار اجرا کنید. 10 بازدم. کشش خیلی خوبی توی کمرت احساس میکنی. 6 تمام. یه تنفس. میریم دور دوم. 1 2 3 و تمام. آفرین بهت که این حال خوب رو به بدنت هدیه دادی. این ویدیو رو برای دوستات که کمردرد دارن هم بفرست و تو کامنت ها برام بنویس که کدوم حرکت آرامش بیشتری به کمرت داد. و یادت نره که کانال منو سابسکرایب کنی و زنگوله رو روشن کنی تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. بیا